صفا آوردید، خوش آمدید. اینجا سمتاکه و من سمین هستم، میزبان شما. نزدیک به 14 ساله که کانادا زندگی میکنم و در سالیان سال مهاجرتم، تحقیق، کار و تحصیلم همیشه با مهاجرین مختلف از جاهای مختلف دنیا بوده و هست در حوزه روانشناسی مهاجرت. سمتاک زیر مجموعه رسانه چند منظوره خانه کجاست هست که به منظور کمک به مهاجرین قدیمی و جدید بنا شده و تمرکز اصلی رسانه ما مسائل روحی و روانی مهاجرت هست. عبور از مراحل سخت مهاجرت با بالا بردن آگاهی نسبت به تغییرات هویتی، شخصیتی و روانی که مهاجرت میتونه با خودش برای ما به همراه داشته باشه. خوشحالم که اینجایی، صفا آوردی. امیدوارم که این قسمت از پادکست هم بتونه یه کوچولو، یه ذره سفرت رو برات هموارتر و راه رو برات روشن‌تر کنه. بزن بریم به قسمت امروز برسیم. راستی سابسکرایب یادت نره. سلام بهتون، امیدوارم هر جسیدتون خوب باشه. ممنونم که انتخاب کردید که روی یه قسمت دیگه از پادکست ما کلیک کنید و امروز با ما باشید. سمین هستم، میزبانتون در سمتاک و امروز میخوام درباره گیر کردن سر دوراهی ها بعد از مهاجرت با هم دیگه صحبت کنیم. بعد از مهاجرت دوراهی‌های تصمیم گیری زیادی ممکنه برامون پیش بیاد. هم دوراهی پیدا کردن شغل جدید، دوراهی هویت جدید، این که مثلا تشخیص میدیم بعد از یه ماه، یه سال، 5 سال، 10 سال که یه سری تغییرهای شخصیتی کردیم یا میخوایم به یه سمتی بریم که یه کمی ممکنه مانع‌های باور و دین و اعتقاد داشته باشه. شاید خواسته های جدید، قیافه جدید اصلا بخوایم بسازیم برای خودمون بعد از مهاجرت، چون به هنجارهای جامعه هم ربط داره دیگه. شاید یه قیافه‌ای داشتیم، یه ظاهری داشتیم توی خانه اولیه‌مون که با هنجارهای اون جامعه میخونده، ولی الان وارد جامعه جدیدمون که شدیم دوست داریم یک پوشش متفاوت، یک چهره متفاوت، یک ظاهر متفاوتی داشته باشیم. یک دوراهی دیگه بعد از مهاجرت پارتنر جدید میتونه باشه، که پارتنر عاطفی جدید، دوستان جدید، روابط جدید. و معمولاً سر این دوراهی ها حسایی که میاد یا گم و گیجیه، یا عذاب وجدانه، یا شرمه، که اینا کلن هیچ کدومش حسای سالمی نیست. هلتی ایموشن بهش میگن که نیست. حس سالم چیه؟ غم و شادی حسای سالمن. خشمم میتونه که سالم باشه، منتها باید زیر شاخش رو پیدا کنیم. یک احساسیه که میتونه تقسیم بشه به احساسهای دیگه. اما حالا برگردیم به دوراهی هایی که توش گیر میکنیم. چجوری حالا از این دوراهی ها رد شیم؟ چطوری بهتر تصمیم بگیریم؟ چطوری از این حس در واقع عذاب وجدان، شرم، نمیدونم گم و گیجی رد شیم؟ مهمترین اساره شخصیتی که یک انسان مهاجر رو نجات میده خیلی جاها openness to change هست، یعنی باز بودن به تغییر. چرا توی مهاجرت؟ چون مهاجرت یک تغییر بسیار بزرگه، چه از لحاظ شخصیتی، چه از لحاظ محیطی، چه از لحاظ هر چیزی که فکر کنی. و وقتی که این تغییر بزرگ داره شکل میگیره، حالتیه که شما همه چیزتون داره عوض میشه. شخصیت انسان، توی قسمت‌های قبلی در واقع پادکست هم گفتم، شخصیت ما یک قسمتیش به محیطی که توش بزرگ میشیم و زندگی میکنیم وابسته است، یک قسمتیش به بیولوژی ما، ژن‌های ما، و حالا بهش توی روانشناسی میگن nature and nurture، یعنی 1% بیولوژیه، 1% محیطمونه. قطعاً بعد از مهاجرت وقتی که محیطتون عوض میشه، یک سری تریت های شخصیتی، یک سری قسمت های شخصیتتون دیگه تو محیط جدید کار نمیکنه. چرا؟ چون وابسته به محیط قبل بوده. حالا هرچی بخوایم چنگ بزنیم به محیط قبلی، هرچی بخوایم اینجوری فشار بدیم خودمون و چارچوبامون خیلی سخت باشه که اونو نگه داریم، خب باعث ایزوله تر شدن ما، جا نیفتادنمون توی در واقع کشور جدید و حالا خیلی چیزا میشه. openness to change که گفتم اون اساره اصلی شخصیتی مهم برای رشد و تغییر در مهاجرت و حتی تصمیم گیری های درست در مهاجرته،
هم راستا با این اساره تغییر در مهاجرت هست. یعنی کسایی که بازترن به تغییر، از تغییر استقبال میکنن، چنگ زیاد نمیزنن برای نگه داشتن باورها، اعتقادات، خواسته هایی که ممکنه تو کشور جدید کشور قدیمی باور بوده ولی توی کشور جدید الزاما جایی نداره. چنگ نمیزنن به این که من شغلم این بوده حتما باید این باشه. چنگ نمیزنن به این که 0 و 100 همه چیز. یه کمی حالت فلکسیبل و نرمتری دارن و هر جایی که احساس کنن که نیاز هست که اونها هم یه تغییرایی بکنن، یک سری چیزای جدیدی رو امتحان کنن، به زور نخوان یه چیزی رو نگه دارن، راحت تر باش کنار میان. و باور این که توی مهاجرت باید یک سری چیزای جدید رو امتحان کنن، یک سری کارهایی که تا حالا نکردن رو بکنن که خب کارهایی که ما تا حالا نکردیم توش خوب هم نیستیم. پس باز اون باز بودن به این که این پروسه رو بتونیم بگذرونیم کمکشون بیشتر میکنه که سر دوراهی ها تصمیم های بهتری بگیرن. اون پوست ریختن بعد از مهاجرت هم خیلی به اون تصمیم گیری سر دوراهیه کمک میکنه. منظورم چیه؟ یعنی باز آگاه باشیم به اون چرخه روانی مهاجرت. قسمت 5 از فصل 1 پادکست ما. بچه‌هایی که با پادکست اون همراهن دیگه عاجز میشن از دست من هر وقت که توی هر قسمت من دارم میگم قسمت 5 از فصل 1. ولی واقعا اون پایه محکمی از لحاظ روانی به شما بعد از مهاجرت میده که چیا اکسپکت کنید، دنبال چی بگردید، چیا جواب میده، چیا جواب نمیده، مراحل روانی مهاجرت چیه، آماده چه چیزهایی باشیم، از چه چیزهایی نترسیم، چه چیزهایی رد فلگ و باید بهشون رسیدگی کنیم. امروز اومدم یه خبر خوب بهتون بدم برای تمام مهاجرهای جاهای مختلف دنیا، مخصوصاً خانوم‌ها و دختر خانوم‌ها. اگر با مسائلی مثل مشکل دوست پیدا کردن بعد از مهاجرت، مشکلای خانوادگی بعد از مهاجرت، کمرنگ شدن روابط دوستی قدیمی بعد از مهاجرت، مشکلات جنسی و عاطفی با پارتنرتون، با همسرتون، یا احساسایی مثل عذاب وجدان در روابط قدیمی، شرم در روابط جدید، گم و گیجی کلاً در روابطتون دست و پنجه نرم می‌کنید، یک کارگاه آموزشی آنلاین 2 ساعته زنده به اسم روابط بعد از مهاجرت براتون طراحی کردم روز 14 ژانویه 2024. این کارگاه 2 ساعته آنلاین رو براتون با افتخار بر اساس چالش هایی که هر روز توی جلسات مشاوره با مراجعین عزیزم از جاهای مختلف دنیا در سنهای مختلف میبینم طراحی کردم. شامل حداقل 60 دقیقه مطالب آموزشی و یادگیری براتون خواهد بود، 30 دقیقه هیپنوتراپی برای سلامت روان و اعتماد به نفس بهتر در روابط قدیمی و جدید و ساختن روابط جدید در کشور جدید، و 30 دقیقه آخرش هم به سوال و جواب و بررسی نگرانی هاتون اختصاص خواهد داشت. ظرفیت هامون خیلی محدوده برای اینکه جلسه بهترین بازده رو براتون داشته باشه. 2 تا سکشن داریم. روز 14 ژانویه یه سکشنمون برای بچه‌های اروپاست که ساعتش به بچه‌های اروپا بهتر میخوره. یه سکشنمون برای در واقع بچه‌های آمریکا و کانادا هست. اگر از کشورهای دیگه‌ای هستید میتونید ساعتاتون رو در واقع تبدیل کنین و تطبیق بدید ببینید کدوم جلسه براتون بهتر کار میکنه. جلسه ضبط نخواهد شد و حداقل در 6 ماه آینده هم دوباره اتفاق نخواهد افتاد. پس این در واقع اپورتونیتی رو، این فرصت رو از دست ندید. اگر که دوستانتون کسانی هستن که دارن با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، بهشون حتما درباره این کارگاه آنلاین بگید. هزینه ها تا آخر ماه نوامبر 60% تخفیف داره، توی ماه دسامبر 40% تخفیف داره اگر که بلیط ها باقی بمونه، چون همین امروز که من دارم این در واقع تبلیغ رو براتون ضبط میکنم کلی از بلیط ها فروش رفته و اگر که چیزی هم بمونه توی ماه ژانویه تخفیفی روش نیست و قیمت ها در واقع فول پرایس هست.
امیدوارم همتون رو ببینم و بتونم توی سفر مهاجرتتون یه کمک کوچولو بهتون بکنم. این جلسه بهار رو از دست ندید، به امید اینکه روی ماهتون رو روز 14 ژانویه 2024 ببینم و با هم یه جلسه خیلی خوب داشته باشیم. برگردیم به ادامه این موضوع. مرسی که اینجایی. این فرصت دوباره‌ای که مهاجرت بهمون میده و این آیدیایی که همون که گفتم یک قسمت از هویت ما دیگه جایی نداره توی کشور جدید بعد از مهاجرت و باید ریخته بشه و یک پوسته جدیدی برای ما درست شه، ارزش‌های جدیدی برامون ساخته شه، دیدمون شاید بازتر میشه. به معنی بد و خوب نیست. الان اینایی که من دارم میگم، یه بچه‌هایی که مراجعین من هستن و با هم کار میکنیم میدونن من درباره توقف نگاه حرف میزنم. یه لحظه اینجا وایسید، یه توقف نگاه بزنید ببینید من دارم چی میگم، شما دارید چی میشنوید. من دارم میگم دید باز چه ارزش‌های جدید ساخته شه و یک قسمتی از هویت اگر توی کشور جدید میبینی که کار نمیکنه اشکال نداره که ریخته شه. یک عده از ما این جمله رو میشنویم که هویت قبلی بده، هویت جدید خوبه. دیدین مچتون گرفتم. در صورتی که اصلا اینطوری نیست. من اینو نگفتم. این چیزیه که شما شنیدید. اصلا بحث بد و خوب نیست. بحث ساختنه. مثل اینه که ما بگیم گیاهی که تو خونه داشتیم پارسال بد بوده که کوتاه بوده، امسال که بلند شده خوب شده. است بد و خوب نیست. ما پارسال دوستش داشتیم، امسال هم دوستش داریم. پارسال یه شکل دیگه بوده، امسال یه شکل دیگه شده. گیاهمونه. شخصیت ما هم مثل گیاه. یک مهاجر مخصوصا مهاجرت یعنی تغییر بدم، از جایی به جای دیگه برم، قطعا پوست میندازی، قطعا یک سری چیزا برات عوض میشه. تا حتی یک گل رو هم از یک اتاق به یک اتاق دیگه ببری شرایطش عوض میشه، چه برسه به یک از کشور به کشوری، قاره به قاره، چه برسه به این که انسان باشه، ذهن خلاقی داشته باشه، ذهن در واقع متفکری داشته باشه، همون چیزی که ما رو از حیوان‌ها جدا میکنه. پس به این پر و بال بدید به جای اینکه جلوشو بگیرید. ممکنه نیازمند به کمک باشه، ممکنه پر و بال باز شدن و دیدن و دنبال چیزای جدید رفتن رو نداشته توی خونه قبلیش. ترس داره، تغییر ترس داره. اینکه ما بدونیم با ترسمون چجوری باید کنار بیایم، تو چه مسائلی باید آگاهیمون رو بیشتر کنیم. آگاهی بیشتر کردن از طریق پادکست، ویدیوهای آموزشی، کتابهای آموزشی، کلاسهای آموزشی، مشاور، کوچ، روانشناس، مدرسه رفتن، دانش، هر جایی که یک چیزی به شما اضافه میکنه اون میشه باز بودن به یادگیری. وقت ندارم و بچه دارم و نمیدونم فلانم، ساعتایی که توی گوشیتی رو بزن سر هم، همونقدر تایم داری. تایمی که صبح بیدار میشی نگاه در دیوار میکنی همونقدر تایم داری. 10 دقیقه قبل از خواب همونقدر تایم داری. هممون یه تایمی رو داریم. 20 دقیقه در روز رو داریم، نیم ساعت در روز رو داریم. فیلمایی که نگاه میکنیم و نبینیم به جاش یه کار دیگه بریم بکنیم، یه چیزی یاد بگیریم و داریم. تا ذهنمون ببین کجا میبرده، چقدر openness to change داره، چقدر بازه به این که یاد بگیره، تغییر کنه، بره جلو. متاسفانه یک سری آدم هایی که شخصیت های ثابت و محکم و چارچوبای خیلی محکمی دارن openness to change رو ندارن. اونا به ثبات، پایه ثابت شخصیتی، چیزی عوض نشه، همه چیز مشخص باشه، همه چیز تحت کنترل باشه، 120 بار برنامه بریزیم که این چارچوب امن تغییر نکنه اعتقاد دارن. یه جاهای خوبه، شما رو نجات میده از یه سری چیزا. برنامه A, B, C دارید که اگه شرایط بر طبق نظرم پیش نرفت این کارو میکنم، شرایط اینجوری پیش نرفت این کارو میکنم، سیف، همه چیز امنه. اما مهاجرت امن نیست. مهاجرت یک تغییر امن نیست. تغییر برخلاف امنیته. اون 5 سال اول هیچ چیز سیفی برای شما وجود نداره. برای همینه که یک دسته خیلی آسیب روحی میبینن، چون ارزش هاشون سیفتی، ثبات، ثابت بودن، تغییر نکردن، یک شکل رفتن جلو، یک خط ثابت. اشکالی هم نه. باز توقف نگاه. ببینیم من دارم چی میگم، تو داری چی میشنوی. من بد و خوب نمی کنم.
دارم میگم برای مهاجرت هر چی تو اوپننس تو چینج بیشتری داشته باشی به نسبت ثبات و ثابت بودن و تغییر نکردن، قضیه راحت تر برات میگذره و دوراهی ها رو راحت تر طی میکنی، به جای اینکه چنگی بزنی به یک سری چیزایی که ممکنه برات کار نکنه. سر دوراهی ها این که بتونیم دقیقاً هر دو راه رو ببینیم، خوبیش چیه، بدیش چیه، اگه این راهو برم به چی میرسم، اگه این راهو برم به چی میرسم، سبک سنگین کنم بر اساس خواسته های خودم، ارزش های بنیادی خودم، منتقد درون خودم رو اگر بشناسم که چه بهتر که کجا میاد بیرون جلومو میگیره. همه اینا رو که بررسی کنم میتونم یک هدف گذاری هوشمند و دقیق انجام بدم و دقیقاً پیدا کنم که سر اون دوراهی یه ذره کدوم ورش میچربه. تا لحظه‌ای که پیدا نکنم کدوم سمتش میچربه باید این پروسه هی تکرار شه. من ارزش هامو دوره کنم، خوب و بدهای هر مسیر رو انتخاب کنم، بدونم که هر مسیری که من انتخاب میکنم 100% نیست. مهاجرت ترس رو داره چون ناشناخته هست. ناشناخته ها قسمتی که میترسه توی مغز ما رو فعال میکنه. این قسمت ترس همون قسمتیه که برای یک عده هیجان تجربه میشه، برای یک عده ترس و ناامنی تجربه میشه. معمولاً برای اون دسته‌ای که هیجان ترجمه میشه این قسمته، اون دسته‌ای هستن که اوپننس تو چینجشون بیشتره، ترسشون ممکنه از این شرایط کمتر باشه، ولی یک عده بسیار زیادی هستن که میترسن از گیجی، میترسن از گمی، میترسن از جواب 100% نداشتن، میترسن. این ترس اگر شما رو فلج میکنه، اگر جلوی در واقع زندگیتون رو میگیره، اگر بیشتر از 3-4 هفته شما رو میندازه چیزایی رو که دوست دارید دیگه دوست ندارید هیچ کاری بکنید، دوست ندارید اکتیویتی هایی که قبلا انجام میدادید و انجام بدید، کلا ایزولتون میکنه، ارتباطاتتون رو کم میکنه، کلا داره ضرر میزنه به زندگیتون، نیاز به رسیدگی داره. چه آقا هستید، چه خانم هستید، چه نان باینری هستید، هر سنی که دارید، هر جنسیتی که دارید اینو گوش میکنید، نداره که از متخصص هر چیزی کمک بگیرید. اشکالی هم نداره که اگر بعد از مهاجرت دچار مسائل روحی، گیجی، گمی، افسردگی، اضطراب، ترس بشید. اشکالش اینه که با اون شرایط بخواید زندگی کنید طولانی مدت. با افتخار در خدمتتون هستم اگر که کمکی میخواید درباره تمام مسائلی که توی این قسمت صحبت کردم، تمامش تخصص خودم هم هست. با بچهای مراجعم صحبت میکنم از جاهای مختلف دنیا، راهکارهایی رو ارائه میدیم، برنامه‌ریزی‌هایی رو میکنیم که فردا رو بتونیم قدم بهتری از امروز برداریم و زندگی رو برای خودمون بهتر کنیم. چرا؟ چون که ما تصمیم گرفتیم مهاجرت کنیم. مهاجرت کردیم که زندگی بهتری داشته باشیم، نه اینکه از چاله در بیافتیم تو چاه. اگر افتادیم توی چاه دست کمک رو دراز کنید، نداره، ناراحتی نداره. ناراحتی زمانیه که ما خودمون به دست خودمون رو توی چاه نگه داریم. پس برای که جمعش کنم، اساره اوپننس تو چینج رو توی خودتون در واقع بسنجید، ببینید چقدر اونو دارید. اگه دارید ازش استفاده کنید، اشکال نداره. گرفتار هنجارها نباشید. بد و خوب هاتون رو بسنجید، ببینید گرفتار یک سری قوانینی هستید که توی کشور جدیدتون، زندگی جدیدتون جایی نداره، بندهایی که شما رو میکشه اما واقعی نیست. اگر اونا هست اونا باید بررسی شه. اگر که اوپننس تو چینج رو ندارید، ترس دارید، اضطراب دارید، وحشت دارید، ترس از شکست دارید، خب اونم یک سری مسائل زیرساختی داره که باید بهش رسیدگی بشه. به خودتون برسید. زندگی بعد از مهاجرت میتونه خیلی خوب باشه. با گروه هایی که خیلی ناله میکنن، قصه میخورن، میگن همش مهاجرت سخته، زیاد نگردید. چرخه روانی مهاجرت قسمت 5 از پادکستمون رو گوش بدید، تمام سوالاتون رو جواب میده و میفهمید که آدما چرا غر میزنن و چرا مدت ها توی اون چرخه ها میمونن. امیدوارم که این قسمت هم دوست داشته باشید. اگر که دوستش داشتید برامون بنویسید، لایکش کنید، با دوستاتون به اشتراک بذارید، چرخه کمک رو باز کنید برامون، و اینکه به زودی زود میایم به خونه هاتون با یه قسمت دیگه و یه برنامه دیگه. مرسی که اینجا بودید. ماچ به کلتون. به زودی میام. مرسی. خداحافظ.